بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عزیزان بیننده، حال ما در یکی از مرحله‌های وزنی تاریخی بشریت قرار داریم. خیلی که دیده ایستادیم زد و خوردها در فلسطین دوام دارد و خواستیم باز در اطراف یهود صحبت کنیم، چون که یک صحبت پیش از این داشتیم، بعضی سوالها پیدا شد، بعضی وسیع‌تر خواستند از ما که همین چیزا به طوری وسیع برای اینا فهمونیم. بریم شروع میکنیم به تاریخ یهود. یک طایفه کوچک از یهودا که تقریبا حالا 15 میلیون یا 15 میلیون کمتر زیادتر رو در عالم تشکیل میدهند. یعنی که نسبت به اگر مسلمان ها و خریستیان ها و حتی فرقه ها یا مذهب های کوچک خریستیان هم گیریم، عدد یهودا از اونها خیلی کم است. یهودا دعوا دارن که قصه اونها از زمان ابراهیم علیه السلام شروع می شود. البته یک وهمه است، اصلا قصه اونها از حضرت یعقوب علیه السلام شروع می شود. ابراهیم علیه السلام وقتی که از عراق به شام هجرت کردند و از شام به مصر هجرت کردند و از اونجا بازگشتند به شام، بعد از زنشون ساره پسر به نام اسحاق زایده شد، از اسحاق یعقوب شد و از همه یعقوب دیگر پیدایش بنی اسرائیل است. و میدونیم که از ابراهیم علیه السلام دو پسر بود، اسماعیل و اسحاق. اسماعیل پدر عرب ها هست و اسحاق پدر یعقوب است که و یعقوب پدر یهودا هست، پسر اسحاق علیه السلام. 12 پسر داشت و پسرانش معلومند در قصه سوره یوسف ذکر شده اونها که به سبب دسیسه و توطئه برادرانش یوسف علیه السلام مجبور شد به مصر رود و در زمان ملک هکساس اونجا دارای منصب شد، دارای ابرو شد و از برادرانش طلب کرد تا اینکه پدرش را بیارند و پدرش را یعقوب علیه السلام را به مصر آوردند و یعقوب علیه السلام با همراه همه عائله خود از بادیه فلسطین کوچ بستند به مصر و این تقریبا عصرهای 17 یا 18 پیش از میلاد بود. یعنی تقریبا حاضر گیریم، یعنی که 3700 سال پیش از این بود. بعدتر مصر علیه هکساس شورش میکنند و باز دور فرعونی ها فرا میرسد. بعد اون که فرعون ها زمام امور رو به دست میگیرند، هر شخصی که با هکساس نزدیک بود و با هکساس رفت آمد داشت، اونها رو نابود میکنند یا اینکه اونها رو زندان میکنند و کارهای مشقت بار میفرمایند، از جمله بنی اسرائیل. و دیگر از اینجا اضطهاد و آزار بنی اسرائیل شروع شد. یعنی تصور کنید که یک عائله که از پدر و مادر و 12 نفر فرزند بود آمد اینجا و در مدتی شاید که چند صد ساله ها، یعنی که اونها بسیار شدند، شاید بعضی میگن که 100,000 رسیده بودن وقتی که از مصر به فلسطین هجرت میکردن. خلاصه بین همین مردمی که از کنعان آمد و در مصر ماند و چندین ساله ها، در بین همینا جوان به نام موسی علیه السلام تولد می شود. یعنی که این تولد موسی علیه السلام تقریبا 13 عصر پیش از میلاد است. یعنی که بعد از 300-400 سالی آمدن یعقوب علیه السلام است، یعنی که هجرت یهود به مصر است. خب اگر ببینیم که سبب آزار دیدن اونها در چی بود، برای اینکه یک اقلیت بدن، اونها مهاجر بدن، هم خیلی گفتن که در گرد و اطراف هکساس که اونها یعنی که منصبدارای حکومت هکساس بودند. البته حکومت نو که به انقلاب اومد، البته انقلاب غالبا خونین میشود، به آدم کشی میشود و از انسانایی که در نخبگان حکومت البته وقتی که انقلاب شد خیلی زیر خطر قرار میگیرند و یوسف علیه السلام و فرزندان یوسف علیه السلام نیز به همین شکل در خطر قرار گرفتند و فرعون ها اونها رو غلاموار استثمار میکردند. چون موسی تولد شد، پیش از اون که خود موسی تولد شد، فرعون یک خواب دید که از بین همین قوم، شاید فرعون رمسیس باشد یا اینکه پسرش باشد، خیلی در اختلاف و در روایت هست، خب میبیند که یک مردی از این قبیله میباید و زوال ملک به دست او هست. بنابراین یک دستور میداد. دستورش عبارت از آن بود که شما هر جوان، هر کودک که در بنی اسرائیل تولد میشد باید که کشته شود. در حقیقت هر کودک که تولد شد در اون زمان همه اون رو کشتند، به جز موسی علیه السلام که از برای موسی علیه السلام همه رو کشت. لیکن خداوند خیلی سنت الهی به همین شکل رفته بود، قلم به همین شکل رفته بود که موسی در زیر آستین خود فرعون، در قصد فرعون کلان شود و بزرگ شد. یعنی که دیگر که وقتی که آزار اونها سخت شد، از مصر برآمدن به سوی فلسطین حرکت کردند. وقتی که به صحرای سینا رسیدند،
خدای تعالی در اونجا با موسی علیه السلام تورات نازل کرد و به موسی علیه السلام دستور داد تا اینکه فلسطین را فتح کند. وقتی که موسی از اونها خواهش کرد که بیایید فتح کنیم فلسطین رو، یعنی که فتح اینجا فتح اسلامی است، چون که دین همه پیامبرا توحید بود، دین همه پیامبرا اسلام بود، فقط شریعت اونها فرق میکرد. بنابراین موسی علیه السلام اونها رو تشویق به فتح کردند. اما اونها بزدلی کردن، گفتن که اذهب انت و ربک فقاتلا انا هنا قاعدون، را خودت همراه خدای خودت جمع کن، ما اینجا میشینیم. یعنی اگر همین عباره اگر تحلیل کنیم ببینیم که تا اونها شاید که عقیده به خدای موسی نداشتن، ایمان به خدای موسی نداشتن، برام گفتن که را با خدای خودت را جنگ کن، یعنی خدای خودت که دو کس رو یا سرزمین آزاد کنه، بعد ما بریم اونجا زندگی میکنیم. یعنی یک به آدابی نسبت الله تعالی بود و هم عقیده اونها اینقدر تازه نبود. با وجود که حضرت موسی بین اونها کار کرده بودن، اونها که دیگر در بین مردمی بت پرست و در بین مردم مشرک زندگی کردن، البته از اونها گرد و چنگ دیگر همون گمراهی اون دینها به اینها تاثیر کرده بود و آنها از اون توحیدی که یوسف علیه السلام آورده بود از اون خیلی فرسخ‌ها دور شده بودن. وقتی که راه گشوده شد، از بحر گذشتن، پای اونها خوش نشده. وقتی دیدن که یک قبیله در همون طور سینا هست، اونا بت پرست بودن، گفتن که یا موسی اجعل لنا الها کما لهم آلهه، چه که اینا خدا دارن، بت دارن، خدا رو در شکل تجسم یافته عبادت میکنن، برای ما نیز همین خدای همه خیلی بیار که ما او رو عبادت کنیم. بازم ببینیم اینجا دیگر اینقدر عقیده استوار به خدا نداشتن. البته نه همشون، یعنی که شاید که اکثریت مثلا انسانای بی‌سواد بودن که شاید یک توده کمی انگشت شماری از همون منافقا بود، یا اینکه توده کمی از انسانایی که از ذهنیت فرعونی داشتن، ذهنیت زمان فرعونی داشتن، اونها رو بازی میدادن. خب موسی علیه السلام گفت که یعنی که خدای ما یک خدای است که همتا ندارد، مانند ندارد، کسی مثل اون نیست، خدای ما خدای بی‌نیاز است. یعنی هر قدر که دعوت میکرد اونها رو فایده نمیکرد. با وجود که قدر معجزه های موسی رو دیده بودن در مصر، یعنی که عصای موسی بود، مثلا فرعون اینقدر خدای تعالی عذاب داد، ملخ فرستاد، قورباغه فرستاد، ولی اونها شبوش فرستاد، آب به خون تبدیل کرد، همه این رو به چشم خود میدیدن و با وجود اینقدر ایمانشون کامل نبود. وقتی که دستور داده شد چه خیلی گفتیم وارد شدن نخواستن، بزدلی کردن، با همراه پیغمبر رها کردن. الله تعالی اونها رو به تیه یا اینکه سرگردانی گرفتار کرد. یعنی که تیه و سرگردانی که در همون صحرا موندن، از صحرا بیرون رفتن نمیتونستن، 40 سال در همونجا موندن. خیلی گفتیم اینجا تورات نازل شد و در اینجا نسل نو تربیت شد. از جمله اونها یوشع ابن نون است که شاگرد موسی علیه السلام بود و بعدتر هم نبی بنی اسرائیل شد. یعنی که نسلی که در بادیه کلام شد دیگر به ایمان بود، چون اونا دیگر از موسی شاگردی میکردن، از هارون شاگردی میکردن، از یوشع شاگردی میکردن و اونها دیگر تغییر یافتن و اونها توانستن که فلسطین رو فتح کنن، همون فتح اسلامی. بازم تاکید میکنیم که دین الهی یک است، اسلام است. ان الدین عند الله الاسلام. فقط شریعت ها فرق میکنه، شریعت موسی، شریعت عیسی، شریعت فلان پیامبر، شریعت ابراهیم علیه السلام. خب یوشع ابن نون قبایل بنی اسرائیل با 12، یعنی که قبیله بود بنی اسرائیل، یعنی که 12 سبط میگن یا اسباط میگن، همون 12 فرزندی یعقوب علیه السلام است. بعد که فلسطین فتح کردن، اولین دولت به دست یوشع ابن نون تأسیس یافت. بعد وفات یوشع، بنی اسرائیل که از 12 فرزند یعقوب ترکیب میافتند، اونها با اسباط یا به اونها اسباط اطلاق میشد، تقسیم شدند. هر قبیله قاضی خود رو داشت و کاهن خود رو داشت. یعنی که اونها هر یک قبیله خود به خود یک دولت شده بود، یعنی که قاضی و کاهن حاکم اونها حساب میخورد. این مرحله رو در تاریخ عصری قاضی ها میرامد. یعنی که دولت در حقیقت دولت ضعیف بود و با مرور زمان قسما مردم باز به همون بت پرستی یا اینکه شرک و بدعت و خرافات رو آورده بودن. بنابراین الله تعالی تست با آنها پیامبر فرستاده میشد. بعد در آخر همین دولت عصر قاضی ها، کنعانی ها هجوم کردند و استیلا کردند و دولت یهود از بین رفت. مورخان میگن که در آخر همین عصر قاضی ها نبی ظهور کرده بود. از او خواستن تا پادشاهی تعیین کنند تا اینکه با دشمن جنگ کنند. اجعل لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله، یعنی که ما در راه خدا میخوایم جنگ کنیم و برای ما پادشاهی تو بگمار. و به امر الهی طالوت
نام شخص پادشاه شد، لیکن یهود اعتراض کردن. ببینید که در حقیقت بی‌ادبی اینها نسبت به خدا خیلی بسیار از اگر سوره بقره ورق زدیم، دیگر سوره قرآن ورق زدیم، اینجا گفتن که ولم یؤت سعة من المال، و مال ندارد. ببینید یعنی که اونها همیشه ترازشون مال و ثروت است. گفتن مال ندارد و آبرو ندارد، اولی پس از چیکار میکنه برای ما پادشاهی کنه؟ لیکن الله تعالی اعتراض اونها رو قبول نکرد و طالوت رو برای اونها پادشاه قرار داد. و الله تعالی گفت که و بسطة فی العلم والجسم، لیکن طالوت نیروی جسمی داده شده است و نیروی علمی داده شده است برای وی، بنابراین پادشاه شما خواهد شد. و لشکر ترتیب داد و دولت را از نو تأسیس داد. ضمن همین لشکر در این جنگ، در این نبرد، جوان قهرمانی نشان داد به نام داوود علیه السلام است که شاه دشمن جالوت را به قتل رساند. بعد مرگ طالوت داوود شاهی یهود شد. بعد از مرگ داوود پسرش سلیمان علیه السلام شاهی یهود شد. عصر سلیمان عصر طلایی یهود است. حتی قرآن میگه که الله تعالی به سلیمان علیه السلام ملک داد که به یگون شخص نه پیش از او و نه بعد از او داده نشده است. و این البته گفتن که علما این از جهت مساحت نیست، بلکه یه ملکی است که ملکی ویژه هست. سلیمان علیه السلام به غیر از اون که شاه انسان ها بود، شاهی جن ها بود و بالای جن ها مسلط بود و اونها رو مثلا کار می‌فرمود، اونها رو استفاده می‌برد. غیر از این زبان حیوانات رو می‌دونست، زبان پرنده ها رو می‌دونست. بنابراین الله تعالی همین خیلی باز کرد ملک سلیمان رو که یگان شخصی نه پیش از سلیمان و نه بعد از سلیمان چنین ملک رو دارا نبود. و سلیمان علیه السلام دولت خودش رو طبق شریعت خدا پیش می‌برد. آنچنان که طالوت طبق شریعت پیش می‌برد، آنچنان که داوود طبق شریعت پیش می‌برد و آنچنان که پیش از این یوشع ابن نون نیز طبق شریعت الهی دولت خود را پیش می‌برد. در زمان سلیمان علیه السلام مسجد اقصی از نو ساخته شد. در بخاری از ابوذر غفاری رضی الله عنه حدیث است که پیامبر علیه السلام پرسیده گفت که اولین مسجدی که ساخته شده است در کجا بود؟ پیامبر علیه السلام گفتن که مسجد کعبه، یعنی که مسجد حرام است. بعد گفت دوم مسجد چی است؟ گفتن که مسجد اقصی است. و بیناشون چند سال گفت؟ بیناشون گفتن که 40 سال است. یعنی ابراهیم علیه السلام همراه اسماعیل اول اومد مسجد الحرام رو ساخت، بعد از 40 سالش رفت در سرزمین فلسطین مسجد اقصی رو ساخت. بعد سلیمان علیه السلام بینه بعد از چند هزار سال، چند صد ساله ها بعد از ابراهیم علیه السلام آمد و اون مسجد را از نو ساخت. بعد وفات سلیمان علیه السلام دولت یهودی به دو تقسیم شد. دولت شمالی که پایتخت شهر حاضره نابلس است و در اون دولت 10 قبیله، یعنی که از 12 تا زندگی میکردن و شاهشان نامش یربعام بود. و دولت دیگریش که شامل قدس بود و پایتختش قدس بود، پسر سلیمان علیه السلام شاه به نام رهبعام اداره میکرد و در اینجا دو سبت زندگی میکرد، سبت بنیامین و سبت یهوذا. دولت اولی را، یعنی که دولت شمالی که گفتم پایتختش نابلس بود، آشوری ها سال 723 پیش از میلاد آمده استیلا کردند و اون دولت را از بین بردند. اما دولت دومی باشد که اون را پسر سلیمان علیه السلام اداره میکرد و بعد از او دیگر اولاد اداره میکردند، بابلی ها سال 586 پیش از میلاد آمدند و دولت استیلا کردند. یعنی که با وجود که پیامبر در بین آنها بودند، اونها قسما به شرک و کفر می‌آوردند، به ویژه سالهای آخری وجود این دو دولت، یعنی که به شرک و خرافات داده شدند. بابلی ها وقتی مسجد را گرفتند، مسجد را ویران کردند. یعنی که 3 که اونها رو کشت شاه بابل و 2 که دیگرشون رو گرفت اسیر برد. وقتی که اونها رو گرفتن اسیر بردن، اونها مسجدشون که ویران کرده شد، دیگه کتابشون هم مونده بود و اونها دیگر کسی نداشتن که اصلا تورات از یاد داند و مجبور شدن که تورات از نو نویسند. وقتی که از نو نوشتن دیگر با تحریف رو آوردن و دعوا دارن که تورات رو دوم بار عزیر علیه السلام بعد از بازگشت از سبیون که اسارت بابل نوشته است. قصه بازگشت اونم قصه عجیب است که با کوروش کبیر ربط دارد. کوروش کبیر یکی از دخترای یهود را به خود نزدیک میکند و او را زن خود میکند به نام استر و استر او را وسوسه میکند تا اینکه کوروش راضی میشه که بنی اسرائیل بازگشته به وطن خود روند. وقتی که بازگشته میروند تقریبا سالهای 538 پیش از میلاد بود
و در اونجا دولت خودمختار در هیئت دولت کوروش میسازند و مسجد خودشان از نو میسازند و بار دوم مسجد خودشان دوم بار میسازند اونجا بعد اینکه بابلی ها ویران کرده بودند. اما این مسجد را تیت یا اینکه تیتوس ویران میکند سال 70 میلادی، یعنی که بعد از میلاد، یعنی که شاید که بعد از ساخته شدنش بعد از تقریبا 600 سالش ویران کرده میشود. بعد این دیگه یهودا باز پراکنده میشن و دیگر برای اونها یگون دیگه دولت وجود حتی دولت خودمختار اونها دارا شده نمیتونن. خب بعدی 2 عصر آرامانه زندگی کردن یهودا زیر سایه دولت کوروش که هخامنشی‌ها ها، اسکندر مقدونی هجوم میکند به ایران یا که به سرزمین فارس و هم فلسطین هم سقوط میکند هم سرزمین فارس هم سقوط میکند. بعد 2 عصر آرامی یهودا دولت فارس به دست اسکندر مقدونی شکسته میشود. فلسطینی ها تابع دولت او شده بودند، یعنی که دولت اسکندر شده بودند. اسکندر وقتی امروز دولت اسکندر هم به یک چند قسم تقسیم میشود و بیت المقدس یعنی که فلسطین نصیب پتلمی میشود که وی رفیقی اسکندر بود. یهودا بارها شورش برشان در عصر وی لیکن ناکام موندند. 2 عصر پیش از میلاد توسط سلوکی ها که آنها یهودا خیلی آزار میدن، یهودا هم شورش برشان چند بار لیکن شورششون با بی‌نتیجه موند. این سلوکی ها هم از اون چیزای اسکندری مقدونی هستند. سال 63 پیش از میلاد رومی ها فلسطین را استیلا کردند، دولت رومی بزرگ، و تا زمان ولادت عیسی علیه السلام، یعنی که زمان ولادت عیسی علیه السلام ولی که سال شماره میلادی شروع میشد. با وجود که برادرها در تورات بشارت از عیسی علیه السلام هست، لیکن یهودا عیسی را نپذیرفتند. یعنی که مثل شاونیستای ما که امروز میگن که پیامبر ما باید که از زبان خودمون باشد، پیامبر ما باید فارسی باشد یا فلان باشد، اونها نیز عیسی علیه السلام را نپذیرفتند. خیلی گفتیم تورات را از نو تحریف کردند و دین را خاص خود میدونستند. ببینید یعنی که این همین اسواراتی که در بابل افتاد با اونها خیلی تاثیر کرده بود، چون که اونها از کتاباشون که با خود بردن نتونستن، کتابا که شاید که نابود شده بود، در اونجا همون چیزی که در کلاشون مونده بود از اونجا همون تورات نوشتن. بعد در همون خیلی تحریفات زیاد کردن که از جمله میگفتن که همین دین دینی خاص قوم یهود است، خاص نژاد یهودی است. عیسی علیه السلام اومد ریبا رو حرام کرد، چون که یهود اصلا در با ریبا زنده بودن. ریبا رو حرام کرد. مسیر تازه کردن از شرک و اینکه عادت‌های کفری، مراسم‌های که بدعتی که جوری شده بود از اون مردم رو دعوت میکرد، لیکن اونها سرکشی کردن. نه تنها سرکشی کردن بلکه سوء قصد به جان عیسی علیه السلام تشکیل کردن. رومی ها رو علیه عیسی تحریک میکردن. کار به جا رسید که خیلی که خود نصرانی ها روایت دارن که خود یهودا هم عیسی علیه السلام چهارمخ کرده شد. طبق عقیده اونها، طبق عقیده ما عیسی علیه السلام چهارمخ نشده است و با همین یهود دیگر از همین دروغ پیغمبر به گفته خودشون دیگر خلاص شدن. یعنی که طبق اونها، خلاصه طبق عقیده اونها، مسیح حالا نآمده است. مسیح اونها که در تورات بشارت داده شده است حالا تولد نشده است و انتظار او هستند. نسبت تورات حاضره قرآن میگوید که یعنی که چه خیلی گفتیم اونها بازگشتند و از اسارت بابلی و گویی که عزیر از نو تورات نوشته باشد. یا قرآن یک عباره عجایبی داره، میگه که پاره از اون رو تحریف کردن و پاره از اون گم شد. میگه که الله تعالی فبما نقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیه يحرفون الكلمه عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. یعنی ببینیم این قرآن اینجا آیات میگه که اونها بس به اون که به ترتیب ها کردن ما اونها رو لعنت کردیم، میگه از عهد خود گشتن اونها رو لعنت کردیم و دلشون رو سنگین کردیم. اونها میگه تحریف کلیم میکنن، اینکه کلمه خدا رو، سخن خدا رو تحریف میکنن در تورات. این چنین بعضی چیزها جزء پاره های از تورات رو اونها از یاد برآوردن. یعنی که این چیزی است که قرآن جاودانی کرد. اون کتابی محرف است. بعدتر دیگه علمای در عصر نهضت اروپا دیگر مثلا سالهای 1600 و 1700 خیلی علمات تا خود یهودی های لیبرال و سکولار برآمدن دیگر گفتن که تورات دلیل های آوردن که تورات سخن موسی علیه السلام نیست. این تورات موسی ننوشته است، این بعد از موسی بعد چند صد سال هاش این چیز نوشته شده است. یعنی که خلاصه مهمترین عقیده اونها این است که
اونها را خدا اختیار کرده است. میگن که ما شعب الله المختار هستیم، خلقی که خدا از بین مردم دیگه اختیار کرده است ما رو. یهوه نام خدای اونها است و یهوه خدای خاص یهود است و این بر اونها همچون یک قوم از نسل یعقوب علیه السلام در نزد خدا یک مکانت ویژه را میداده که این خدا گوی بر اونها، یعنی این خدا بشریت را به دو تقسیم میکند، یهود که مکانت دارن و غیر یهود که از یهود دیده خیلی پس هستند و در نزد خدا قدری کمتر، این که تماما قدر ندارند و برای خدمت یهودا آفریده شدند. این از عقیده اونها نسبت دیگر ملت ها. اگر همین خرندالات هم ترتیب تیم بین برادرها، در حقیقت اگر هم برادر یوسف بینیم وقتی که 12 نفر پیمان بستند، برادر خدا مثلا که کشته شدند یا اینکه برادر نافی کردن شدند، بدرقه کردن شدند از سرزمین خود، همونجا میگن که ثم تکونوا من بعده قوما صالحین، یعنی بعد اون که یوسف میکشه، یوسف بدرقه میکنه، چیکار میکنه، بعد این آدم خوب میشه بره. یعنی که اونها خود عقیده داشتن که خدا مجبور است، خدا گویا که قرضدار است از اونها که گناه اونها رو بخشند. یعنی اول بر عمد قصد، یعنی که بر قصدانه گناه ها میکردن، میگفتن که خدا میبخشه. از جمله مثلا همین گوساله پرستشون همین شکل است، یعنی که اونها به خدا اعتقاد داشتن کم و بیش، لیکن وقتی از اون بحر گذشتن دیگر چی گفتن؟ برای خدای ساز. وقتی خدا نساخت اومدن گوساله گرفتن، از تله ها گوساله ساختن، گوساله پرستی کردن. و طبق پیشگویی که در کتاب‌های اون اومده است، مسیح وقتی ظهور میکند، یهودا پیش از ظهور مسیح در یک جا جمع میشن. خیلی که امروز دیدیم در فلسطین جمع شدن و سپس نبرد ارمگدون، این که هرمجدون سر میشود که در نتیجه این جنگ 70% اهالی زمین میمیرد، این که 2/3 اهالی زمین میمیرد و 3/1 باقی میموند. خب حالا اروپا مشکلی داره، منو مشکلی هجرت. یعنی مثلا که ما میخوایم که یعنی که زنجیر به زنجیر آشتی بیایم، مثل سلسله زنجیر تو همین زمان صهیونیست‌ها پیدا شدن. برای مشکلی هجرت داشتن، مشکلی مسلمان‌ها رو دارن حاضر، یعنی که خیلی ناراحتن از این چیز. در عصرهای میانه و بعد عصر میانه، مثلا در عصر پیشروی هم اونها یک چیز به نام مشکلی یهود داشتن. تا اصطلاح در جنگ دوم جهانی رو وجود داشت و در زمان ژنرال‌های هیتلر و همین که بسیار تاکید میکردن. یعنی اروپا نمیخواست که بین خودش یگان اقلیت زندگی کند، خواهی مسلمان باشه، خواهی یهودی باشه، خود دیگر باشه. فقط میخواستن که اروپا صرف اروپایی، اروپایی باشه او نصرانی باشد. بنابراین اونها یهودا مثلا در اروپا در گیت ها زندگی میکردن که کوچه‌های خاص برای اونها بود، خیابان‌های خاص برای اونها بود، دیگر اونجا نمیرفتن و همیشه یهودا در همین اتمسفر وزنی که زندگی میکردن همیشه منتظر یک خلاص کننده بودن، مسیح. یعنی اما تو مثلا این فکر در ذهنشون اومدن، اونها همیشه میخواستن که با اروپا در آمیختگی، یعنی که ادغام شود با مردم اروپا، اسیمیلیت شود بینشون، مثلا دادگیری شود. یعنی که تقریبا فکری از اروپا کوچ بستن رو نداشتن، خصوصا وقتی که این فکرای لیبرالی و سکولاری دیگر رو پیدا شد، اونها دیگر بسیارتر میخواستن در اونجا ریشه دمونن. اگر باز ببینیم نتیجه همین چیزه، مثلا یهودای اشکناز است، اشکنازو یهودای هستن که از خزر به اروپا رفته بودن، زیرا اصلا این یک اقوام خزری بودن که در عصر 7 دین یهودی رو قبول کردن. اینا میگن که در نتیجه اون که دولتی بزرگ روم بود که اونها در دین نصرانی بودن، به دولتی بزرگ عباسی بود که اونها مسلمان بودن و پادشاهی همون خزر هم خواست که دین معتبر رو قبول کند و برای خودش یهودیت رو قبول کرد. و یعنی که اونها نژادن یهود نیستن، فقط دین یهود رو قبول کرده. اصلا که اکثر اشکنازا از همون هست، یعنی که 70% یهودی اولین میراث از همون اشکنازا هست که اونها اصلا عرقاً، نژاداً، قوماً یهودی نیستن، بلکه فقط از روی دین هستن و بسیارتر به همون شکلشون به اروپایی ها مونند دارد. سبب قبول کردن اروپا طرح دولت یهودی دونست که اونها بخواستن که از این یهودا خلاص شون. در حقیقت ببینیم اگر اروپا از عصرهای قدیم مثلا اونها رو در آزار و اذیت و ازدهاد قرار دادن، مثلا ببینیم اگر خصوصا عصرهای میانه وقتی که در جنگ صلیبی اروپایی‌ها به طرف شام حرکت میکردن، در دریای رین هر چی یهودی یافتن کشتن. یعنی که قتل عام به معنای تامش کردن یهودی‌ها رو، یعنی که طاقت یهودی دیدن نداشتن. این چنین در حمله صلیبی دوم هم مثلا سال 147 هم ببینیم که یهودا رو در فرانسه یعنی که قتل عام کردن فرانسه. دیگر هم مثلا در آلمان هم تکرار شد، در انگلترا هم تکرار شد، در بلژیم هم، در فلانجا هم، در پولش هم، در
تمام نقاطی که یهودا زندگی میکردن همین چیز دیده میشد. مثلا اینکه در اروپا یکم بهونه میشد کسلی پهن میشد، یهودا رو میگفتن که شما سبب هستید که میتونید پهن کنید. تا تو بعضی دعوا کردن که در یک وقتا شما همه آب زهرآلود کرده ببینیم ما کسال شدیم این اون. و در مثلا میبینیم که سال 1348 با وجود که پاپای ریم کلیمنتی ششم فتوا میاره که یهودا رو آزار نده، یهودا رو نکشه، لیکن مردم گوش نمیکردن و 6 ایولی سال 1348 تقریبا 900 تا یهودا زنده به زنده سوزاندن در استراسبورگ. خب اینه که میبینیم که در تاریخ باری هم نشونه که مسلمانان یهودا رو آزار داره بشن که اون رو کشته باشن. مثلا هم ببینیم بخارا رو که بخارا مثلا دولتش پیش از وقتی که در زمان شوروی خیلی مثلا تنقید میکنن که دولتی ارتجاعی بود و قفا مونده بود و خرافات زده بود و مقصد روحانی ها بالاش خیلی نفوذ کلان داشتند و با وجود هم ببینید در بخارا یهودا زندگی میکنن، سینگوگ خودشون داشتن. تا همین 400 چند سال 20 سال پیش نادر بیگم است که اینجا یک برای یهودا سینگوگ میسازد. یعنی تحمل پذیری ما شرع میدونیم، ما تحمل پذیری نسبت غیر مسلمانان رو عقیده میدونیم. ما در کتابای فقه احکام اون رو بیان کردن در علمای ما. اما اروپایی که امروز پشتیبان یهود است اصلا از یهود بیزار است، برای همین اونها رو آوردن اینجا در خاور میانه جا کردن، چون که دیگر اونها بیزار شدن از دسیسه های اونها، از نامعقولی اونها و آوردن برای مردم این منطقه جا کرد. خب دیدیم برادر، یعنی که بازم میگیم که مسلمانان هیچگاه یگان اقلیت دینی را استیاد نکردن، آزار ندادن، به طوری برنامه ریزی شده، طرح ریزی شده، هیچگاه یگان نه عبادتگاه ها، نه آتشکده ها، نه کلیسا سوخته شدگی نیست. همش دروغی شاخدار است در تاریخ. خب شاید جو بعضی حاکم ها از پیش خودشون هم کرده باشن، بعضی جنایات رو مرتکب شده باشن، لیکن به شکل طرح ریزی شده، برنامه ریزی شده، باری هم مسلمانان نسبت یگان اقلیت یگان نامعقولی رو روا ندیدن، برخلاف مثلا خود ما اروپایی ها. ببینید وقتی اسپانیا هم انکویزیت سر شد، یهودا کجا گرفته آمدن؟ یا مراکش فرمودن، یا مراکش فرمودن، یا الجزایر فرمودن. قسمی زیاد چه دولت عثمانی همراه مسلمان‌های بیچاره که آزار میدن از انکویزیت اونها رو نیز آوردن در دولت اکناف و اطراف دولت عثمانی جا دادن. لیکن این جزای و پاداشی نان و نمک از مسلمانان چشیده ایستادن. یا همین سال 45 وقتی که اونها از اروپا گرفته آمدن بعد از به نام هولوکاست، وقتی آمده این کار کردن، فلسطینی ها دیدن پیشواز گرفتند، نانشون با هم دیدن، یعنی که دسترخوان شدن، یک جا نشستن خوردن، لیکن اونها چه کردن؟ حالا دیدی شدیم. با همین به شکلی از اشکال دیگر آمدن و دولت خود را تأسیس دادن. خب باز انشاءالله در حلقه آینده با در اطرافی جنگی سال 1967 و جنگی سال 1973 صحبت خواهیم کرد. تا حلقه آینده، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.